هموطنان عزیز، امید که جور و صحتمند باشی، هر کجای که هستی آرام باشین. دوستای عزیز، قسمی که میبینیم ما در ولایت زیبای پروان قرار داریم، ولایت که ما میگن باغ افغانستان. ما هم امروز آمدم که اولین برنامه خود از ولایت پروان به شما تقدیم کنم که میخوایم زیبایی ولایت پروان، همو غذاهای مشهورش، رسم رواج مردم به تصویر بکشم. و خوشبختانه که امروز ما مهمان یکی از دوستا هستیم که خانم به نام بیبی گل است که ما را دعوت کرده و همچنان به ما کوفته گنجشک تیار میکنه. شاید بعضی از عزیزا گپ جالب باشه که کوفته گنجشک یعنی چی، چه قسم تیار میشه. پس چه خوب است که ما را تا لحظات اخیر برنامه بینیده باشی، امو طرز تهیه کوفته گنجشک که چگونه تیار میشه، مواد لازمش چیست، به شما ما به تصویر میکشیم. سلام. علیکم. خوب هستی؟ تشکر. شما خوب هستین؟ شکر. تو خوب هستی؟ گلاله جان شما هستی؟ بله. اینا گلاله جان هستند که امروز ما آمدیم خانه اینا میمان هستیم. قرار است که اینا به ما کوفته گنجشک تیار کنه و همچنان میخوایم که ما خانم بیبی گل ببینیم. هموطنان عزیز، قسمی که در اول برنامه گفتیم خانم که ما میمانشان هستیم، امینا از خانم بیبی گل. مادر جان چی حال دارین؟ شکر بخیر باشی. تشکر، زنده باشین. مادر جان عزیز بود که چند سال میشه در ولایت پروان شما زندگی میکنین؟ بسیار دیر وقت شده. بسیار خوب. در فامیل چند نفر هستین؟ در فامیل 15 تا هستیم. حالا فعلا 5-6 تا خب اینطور نارامی سرز کی عرصه هست. گلاله جان، مو گنجشکای را که چه قسم گرفتی تیار است یا نه؟ تیار است، زده کتبادی زده تیار است. درست است. پس میشه که بخوای به ما اینجا ما به تصویر هموطنان عزیز ما ببینن؟ بیارمش. بله یا من صدا میکنم. گل آقا مو گنجشکای را بگی بیا. دوستای عزیز، خب مادر جان شما از دوران جوانیتان قصه کنی که کدام غذا را بیشتر زیادتر خوبشون پخته میکنی؟ غذا را دیگه میگیم غذایی که در وطن ما هست دیگه میکنیم. هم بسیار کوفته میکردیم. گنجش میگیریم، همی زندگی کوفته خوش ما سدمی استفاده میکنیم میپذیم. بسیار خوب. دوستای عزیز، گنجشک هم آوردن، گنجشک هم تیار است، میشه که اینجا به ما بیارین. بفرمایید. نه اینی گنجشکا. تشکر. یار همراه بادی زدیم. همراه بادی؟ همراه بادی. چقدر بیرحم هستی که بیچاره را چه قسم زدین؟ چه رقم کنیم دیگه شوقه. خب دوستای عزیز ببینید که کوفته مزه میته از کل چس کرده ازد. هر غذا کرده کوفته گنجش مزه داره. خوش مزه است. دوستای عزیز سعی کنید که از اینمی گنجشک قرار است که بر ما کوفته از ایره تیار کنن. خوب مادر جان دیگه میره که کوفته گنجشک تا جایی که من میفهمم تنها کوفته نمیشه، نه از ایره سرخک هم میگن از این میشه. سرخک هم میکنه. صاف کنی، صدره کنی، بشویی، خب آبش بره روغن سرخ شد، سر روغن پرتو کباب میشه. ای هم تو سرخ میشه، باز خورده میشه. سرخ میشه. دلت سر روغن سرخش کردی، دلت کوفته کردی. خب گلاله جان دیگه باید از تیاری بگیریم که چه قسمی را پاک کنیم، چه قسم تیارش کنیم. دیگه اینا لی تر میشه، باز پوست میشه، باز نولش پایش گرفته میشه، باز که ششته شد بعد از او باده کاسه.
بس میکشیمش سر تختک. خب خیلی میشه بریم دوامو تندورخانه قرار است که بریم؟ آشپزخانه. درست است، بفرمایید. خیلی می‌ریم. چی اولی مقبول مصروف چی کارا بجز از یک در خانه هستی در باغ مثلا در زمین چیز کار نمیکنی؟ خوب است، خوب مگذره دیگه. خوب است، میکنیم، کار میکنیم. بسیار خوب. فقط خود دیگه دمی خانه می باشید، دمی باغ؟ دمی باغ هستیم. دیگه اولیتان میوه زیاد داره دیگه، حتما هر روز نوش جان میکنیم؟ داره، سیبم داره، انگورم داره دیگه. هر وقتی که مثلا وقتش برابر میشه میریم از اونم میوهش میچینیم، میاریم تازه میکنیم ده. نوش جانتان تا که باز ما آشپزی ما میشه میاییم بخیر از میوه هم نوش جان میکنیم. بیاین نوش جان کنیم. ما دیگه میریم بخیر دیدیم صحبت کنیم. چی آشپزخانه یا مو تندورخانه نمی تندورخانه مثلا؟ پس بفرما که از نزدیک تندورخانه تان ببینیم. داخل شو ببین تندورخانه ما. چی تندورخانه تو خوب عالی. دوستای عزیز باز دمت تندورخانه نواش مزه‌دار باشه، چای مزه‌دار که در سر دیگدان دم شب مو غذایش بسیار مزه‌دار است. نان خداگه چای تندوری دیگه، کلولی تندوری دیگه نمی خوب مزه میده. در سر دیگه گنجش کن دیگه دیگدان تیار میشه. بسیار خوب. در سر دیگدان آماده میشه. خب درست است. پس تیاری خود میگیریم که اینا رو پاک کنیم. تا خود تیره پاک میکنیم. ما میرم یک ذره میوه سیب میچینم دیگه. ما میرم خیر از خودت باشه میجا. ما خانه خود فکر میکنم دیگه. همو قاب بشقاب هر چیز بود ما میرم سیب میگیرم. درست است. بخیر برو ما آمدم. از خودت همیجا باش، ما میرم سیب میگیرم. عزیز میریم و باغ بسیار کلان است. ما خواستم که سیب جمع کنم. اینجا مردم دیقانی میکنه و بسیار خوش داره که کشت کنند و ببینید که چی اولی سرسبز گل است، همه چیز است دیگه. مردم دیهات هستن، کشتی چیزا کردن و ما میخوایم که اونجا این طرف روم یک مادر پیغام است، میخوایم من روی صحبت داشته باشم. سلام مادر، خوب هستی؟ باش که من اینجا بشینم. خوش باش مادر. خاصور نسخی خواد. اولاد نسخی. خوب هستی مادر جان؟ شکر میربانی خدا خوب است. نزدیکتر بشینم. بشین. بسیار اگولی مقبول. یک جای خودتان داشتی من رو هر وقت با خاطر تفریح و کنیم. تشکر، زنده باشی. بسیار اگولی مقبول. حالا وقت تو باشه بیاین، وقت انگور باشه بیاین. بخیر وقت تو تا میاییم دیگه. خودت مامیجا هستی و یا میمان آمدی؟ میمان آمدیم. خب بسیار خوب. خودتم خواستی که از این طبیعت دیگه استفاده کنی، یک تبدیل هوا برچه. بله، وقت تو تا میاییم، وقت انگور میاییم، وقت میای باغچه میاییم، زردالو آلو هر چیز داریم. بسیار خوب. بسیار اگولی مقبول است. درست است مادر جان. تشکر از شما. ما میریم که سیب جمع کنیم. تشکر. میریم مال به طرف از این که سیب بگیریم. از نزدیک ببینیم که که درخت های سیب کجاست. بالاخره رسیدیم به پیش درخت سیب. باش که من خود چهل کن تکان بتمش
اگر گفته میوه خدا بسیار شخ است. چون آقا جان ما دیگه چوبم در جایش گرفتم نشد. خودت دیگه نون هم کاری کن که به ما یک پسند میکنم. غیر است میکنم یعنی تو میبرم میکنم. بفرمایید. فکر طبیعی کن. چوبم در جایش گرفتیم نشد. دوسته چیزی چرا را خلطه میکنن؟ ایرا به خاطر که زنبور نخوره که زنبور نخوره پشگک نخورش. از امو خاطر. تا جایی که ما میفهمم میگن یگان تا خلطه میکنه که به وقت انگورم که خلاص شد بازی هم تو میباشن. یا خب به او هم فایده داره باز همین گنجشکا میره میخوره مرچه میداره کورپشه پشگک میگوین میداره و زنبور زیاد پیدا میخوره. ما به زنبور نمیمانیم شخ خودمان نوش جان نوش جان کنیم. تشکر از خودم. شما هم تشکر. خب دوستای عزیز سیب هم آوردیم، انگور هم آوردیم، میخوایم که نال اینا را بشویم، باز همراه کوفته یک جای نوش جان کنیم، همچنان همراه بیبیگان باش که خلطی از زیر آواز کنم. جان چی کردید؟ مطبخ میرین تیار شد ششتمش خودت چی کردید؟ باش که میبرم من اگر اینا ششتم تختکش ششتم اینا گنجشکایش میشویم بازی را دمی جا میچوکین؟ دمی تختک میچوکیم. بسیار خوب باش که من بشینم. حالا نوبت از است که باید چوکیده شانید. همراه پیاز یک جای؟ اولی را خوب میده میچوکیم که خوب استقانه از این میده شد. باز پیاز کتش گرد میکنیم. از دوباره پیاز همراهش باز میچوکیم.
مساله انداختی؟ مساله انداختی، آرد انداختی؟ اونا دیگه بعد از این چی میشه؟ اون کوفته وار جور میشه نی؟ دیگه باز از این ناری را لورک میکنیم. لورک میکنیم دیگه. باز دادی کندشون. روغن که داغ شد کاسی را در سر روغن مندازیم که بازی کباب شود. روغن در دیگ انداخت تا سرخ میشه و کوفته را جور داره که در بین روغن بندازم. دوستا سفره ما آماده است، غذای ما تیار شد دیگه. اینجا ماست هم است، سلات هم است، انگور هم است، سیب هم است دیگه. دوستای گلاله جان درد نکه، خیلی زحمت کشید و مادر جان خودتان بسیار میبخشیم که بسیار ناوقت شد، حتما خودتان گوش نشدی دیگه. ما کوشش خود کردیم که زودتر تیار کنیم، بالاخره تیار شد. بفرمایید شما ما هم ببینیم که چه قسم ازش هست. بفرمایید. لقمه دومی باز دوستی عزیز میم که چه قسم ازش شما. میخورم. خیلی عالی دوستای عزیز، بسیار مزه‌دار، بسیار یک غذای اما تا پروانی بسیار تن دیگه، خیلی مزه‌دار است. مادر جان چطور آمدن غذای ما؟ خوبه، بسیار خوشمزه آمدن. ما و گلاله جان بسیار زحمت کشیم تا غذا رو بر تیار کردیم، اگرچه ما خودم میمان خودت بودیم که بازم خیر است ما زحمت کشیدیم. میمان از خیلی بیاد خوشمزه آمدن. بوتی را به ما بگو که این غذا چو رواج یافت و ای که خودت وقت جوان بودی از این غذا آماده می ساختی یا نه؟ یکی دمای اوت می باشه از این غذا، یکی نمی باشه وقت گنجش که این دو وقت گنجش می باشه، یکی نمی وقت، یکی وقت مای بود و عمل دیگه وادا نمی باشه. دیگه وادا بانجان است، بامی است، ترکاری می چیزا. بیتون از این کوفته گنجش کدام غذای پروان، غذای اوسانیتان کدام از غذای مشهورتان بیتون کوفته گنجش؟ بایچی ما بانجان میپزیم، بامی نمی خب غذای خوبش بامیای ماست. غذای مشهور پروان دیگه شوروا هم است. شورایتون شوله دیگه شوله میپزیم، قرود کجری قرود میکنیم. این چیزی که در وطن ما یاب شوم تو از هم غذا پیش رفته میکنیم. خودت که جوان بود از این غذا آماده میساختی وقت رواج بود؟ نه رواج بود، میپختیم میگیم دو وقت میباشه، از این سال پر نمیباشه. کتی کوفته شوله مزه میده. تشکر از خود گلاله جان، بسیار زحمت کشیدی، دستای درد نکنه. دوستای عزیز بود برنامه امروزی ما و عزیزایی که حتما به طرف پروان میاین حتما از این غذا استفاده کنه، بدون خوردن این غذا نرید چون یک غذای اوسانه واقعا خیلی مزه‌دار بود، همه چیزش درست بود. دوستای عزیز این بود برنامه امروزی ما، تا برنامه بعد که در یکی از ولایت‌های دیگر کشور خود میریم، همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.